ثابت لابه ثابت مهمان داریم. کی بود اسبای مهمان؟ نجیب سردار. اکنون چی کار میکنیم؟ دیگر علاج نداریم، کارمون رو باید تمام کنیم زودتر. سلام جنابان. و علیکم سلام. من سردار امنیت نجیب یلمز پلیسم. تعجیلاً به من قایق شما لازم است. برادر با کجا؟ با خودمون کار داریم. باز میگردانم شما به مسئولان ساحل خبر دهید. خوب اکنون شد. اجازه دهید. پرتو بندر. سوزشواری ندارد. برادر سوزشواری ندارد. یک دم ایستا. به کجا میروی؟ التماس نزدیک نشوه. برای داخل راه گرد. محترم اینید نسبت تحت شبهه قرار گرفتن نکنه یکون چی گوید؟ رفیقان محترم در تمامی کشور به حقوقی اوج گرفته ایستاده است. به منه که تمامی قوام را برای ملت 50 سال عمرم را برای پیشرفت دعوای وطن صرف کردم چونین رفتار میکنند. پس فردا و دیگرها چی میکنند؟ ایسا خیلی دستتا گیر فهمونه؟ خواهش میکنم وقت رو نگیر. فهمیدم ایسا فهمونه من فهمونه میرم من آشکارا میگویم که صاحبان اقتدار دادرسی را بازیچه سیاست خود گردانیدند. امروزها در کشور اقتدار مقامات حفظ حقوق و دادستانی را تماما در دست گرفتند، لیکن مرا به دست آوردن نمیتوانند. محترم حاضران شما چی گفتنید؟ من که جراح مشهور دنیا هستم مرا داخل پنجره میکنن. با جمعیت عالمان داخلی و با دوستان اهل علم خارجی هم گفتنی هم که مرا تنها نگذارید. اگر از داخل پنجره جسدهایمان برایت هم اصلا روح انقلاب جویمان تسلیم نمی شود. این رفتار فاشیزمی است. انا همه خیلی نویسه فهمیده؟ انا همه خیلی نویسه. رفیقان بدتر معلومات لازمه رو پیشکش میکنیم. خواهش میکنم رفتیم. خواطر نباشه حقیقت آشکار میگردد. ایستگید. خواهش میکنم مرا نکش. التجا نکن احمق رذیل. در حیاتت یگان بار شرف آدمگری را نمیدانستی. اقلا مثل مرد بمیر به حیا. وظیفه چیزی که خواهی میدهم فقط مرا نکشیگی. غیری مردن راهی دیگری نداری. تو راحت من میکشم اما در اینجا نه. اول به من میگویی که چه خیل به پدرم خیانت کرده ای. کی و در کجا او را فرختی؟ گپ زن احمق رذیل. یاد نداری در مکان ویرانه فرختی و تو باور کرد و تو و پیکس به او خیانت کردید. خونه او در گردن شماست. یگید نجیب سردار نزدیک شده ایستاده. فهمیدم. سردید راه گرد. چله نکنید. من نور این کشورم. در کشور یک نور است و آن هم در قسمت جنوبی ازمیر است. چرا مرا به اینجا آوردید؟ نسبتت یک بغاج سند است، حجت است. همه این واخوری ها با سازمان های تروریستی. حق تلفن کردن دارم. مانند از زنگ زنم. گفته هایت در فیلم های امریکایی می شود. درون درا تله نده برادر. یاریدید این آدم مرا میکشد. رمینی کسی تو رو تله نداده ایستاده است. خطای کلان کرده ایستاده اید. در نزد کارهای شما این خطای کلان نیست. میبینم که به هر یک سوال جواب دارید آقای دادستان. خاطره سعادت میکنم که من یکی از جراحان مشهوری کشور هستم. من هم به شما قدرت حقوق را نشان میدم. برابر حقوقی سرقانون را به یادت میارم. دستهایشان را گشایید.
марҳамат муҳтарам миник. من در حیاتم به اینجا نمیدرویم. اکنون در حیاتت مثل باد میدروی. در قیامت عقلم نمیگیرد که با کجا برم. ایستا من نمیدرویم، به اینجا گفتم که نمیدرویم. گپ رو کم کن، بدرو میدارم. بیدارو گفتم. بچه ها زودتر. نمیدرویم، من میخوام. سرده سرده جهایت رو کشا. انگوشتم رو بکن. انگوشتم رو شکست باید. حاضرال خودش چی گفت؟ نپرسید، محو شدیم. ایستد پلیس. ایستد گفتم. ثابت سرعت را تیزانده نمیشود. تیزتر نمیرود مگر؟ البته میرود. پس کمی سرعتش را بلند کن. ثابت سرعتش را کمی زیادتر کن. چگونه او را یافت؟ نمیدانم. نزدیک ناشره باید به ساحل برویم. کشتی را بند کنید پلیس. نجیب سردار است. نجیب مرا نجات ده. نجیب تو را گیر. تو را کسی از دستی من نمیگیرد ابله. بیهوده داد و فیخان مبردار. نجیب سردار کی بودن او را فهمیدن گیرد. گید سردارم این آدم میمیرد. بیهوده از خیب ما نباید. چی خیلی که نباشد این آدم باید بمیرد. بگید ایست نکن. نجیب زودتر من تو خاموش چیز گفتم ابله. آمدم. بگید نکن گفتم این کار را. سرده او را. نجیب سردار نزدیک شده ایستاده است. چیکار میکنی؟ نمیدانم ثابت نمیدانم. هرگز طرف این نجیب سردار تلخالی نمیکنم. هیچ از پسمون دور نمیشود. به هنرها. کاش که به میم دو وعده نمیدادم وگرنه حاضر در سرت تیر میپراندم. احمقی رسیل مینه ای سرت را پاک میدادم. نجیب سبیل به این چی شد؟ کمی نمیرسید. نجیب بگید باز خطا میکنی. این مراتب تو رحم نمیکنم. نجیب سردار ایستاد. شاید از فکرش دست کشید. با فکرم سوزشواریش تمام شد. اکنون چیکار میکنیم؟ در یگان جای مناسب به ساحل میبراییم. از جسد اسد خلاص میشویم. با این زن چی میکنیم؟ افسوس که به میم دو وعده دادیم. او را در این کشتی میمونیم. به این هم کشتی را مییابند. بگید الو من نجیب یلمز سردار امنیت بر مقابل گروه تروریستی کشتی را که سمت انادولو به سمت کرانیدیس میرود تعقیب دارم. زود به شوبه به خطر ساحل در تماس شوید و گروه را روان کنید. در آمدم؟ از در کجایم؟ زودتر باشید. میگریزم. دیگر علاجی نداری. به این هم چون اسد به آسانی نمیمیری. اکنون یک به یک موندیم جناب پیسگاه. از پیسگار خبری داری؟ پلیس ها که در آمدند از در عقیب آنها گریختند. او را با کشتی گریزاندند. بعدش را نمیدونم. پلیس ما را دستگیر کرد. چقدر اینجا میمانیم؟ تا شام از اینجا میبراییم. حاضرال به نظرم این مراتب چنین نمی شود. نه بر آمدن ما را نمیدانستند دستگیر ما نمیکردند. پیکس تو چی ها میگویی؟ حالم بد شده ایستاده است. زنم مرا ترک میکند. آیندم محو میگردد. دیگر مرا طبیبی عادی هم نمیگیرند.
اگر معلومات ها رو در روزنامه ها چاپ کنند انا با چی کار میکنیم؟ منیک به تو زن گفتم اما تو کشتی. گفتیم برابر تروریست ها تشویقات بر رفتی با او آشنایی کردی، خیر آشنا شدی، آخر چرا صورت گرفتی؟ من از کجا دانم که چنین میشود؟ فکر کردم مرا کاردار نمیشوند. در بالا دوستان زیادی حقوق شناس داریم. البته برای آزادی ما یگان فکر خوب میکنند. من در اینجا نمیبونم، دلم تنگ شده ایستاد از پیکس. من به این هم بیمارم. بیمار نگفته در آوردند. این عمل غیر قانونی است. مرا گوش کنید، مثل کودک گریه کنی را بس کنید، راهش را میابیم، آرام باشید. کاش که زنگ زده توانم با فؤاد و امین گپ زنم، شاید آنها کاری کرده توانند. آماده هستی؟ زودتر سب کن. اومده. تماشابینان محترم، موج دستگیری گروه ارگنیکون دوام دارد. گروه ضد تروریستی فؤاد تسنر آرهن کنجه و آقای امین را با بازپرسی آوردند. آقای امین خواهش میکنم با ما شهر دهید. رفیقان محترم، در اول ماموران شناخته رو، پیشوایان رو، نویسنده مخبران رو جمع کرده به حجره ها محکم کردند و عینی حال انقلابگران برجسته به دادگاه از قلعه ها حمله را آغاز کردند. سبب دستگیر شدنتون در چیست؟ محترم کارمندان واسطه اخبار عامه، این یک دوای ساخته است. ما بر مقابل دینگرایی و عقب‌روی مبارزه میبریم. از این خاطر هدف شدیم. من چی محترم فؤاد تسنر و چی آرهن کچان برای بر مقابل افراطگرایان برآمدنمان امروز تحت نظارت قرار داریم. این روی روز حمله بر دولت دنیوی است. همه طرفداران دنیوی نابود شده ایستاده است. در لایحه امریکا بر شرق میانه نیت بستن صدای ما را دارند. این همه زیر شبهه قرار گرفتن بیرون از قانون است. حقمان را طلب میکنیم. بدتر معلومات میگیره. بیا رفتیم. آرهن ما را از اینجا تا بسود برده تواند. با آسانی از این دام خلاصی میابیم. آرهن را از کجا میابیم؟ بپروا باشید، آنها خودشان آمدند. آرهن؟ بخیر است. هست و نیست دارید چی؟ یکان کسی دیگر مانده است؟ بگوید رفته میاریم. بچه ها اینها رو به دیگر حجره ها برید. اطاعت سرکمیسر. تماشابینان محترم، تا حال اوید به شخصان زیر شبهه قرار گرفته معلوماتی نداریم. ما هم با مراقب زیاد پاسخ رو انتظاریم. عینی حال همین قدر معلومات داریم. سخن رو به مرکز میدهیم. شغله میشنوی؟ میشنوم. بینندگان محترم، خبر اصلی اونگاه رو شنیدیم. حاضر برای شرح حادثه سمی اوچراغولو مهمانی ماست. آقای سمی، حادثه های به وقوع پیوسته رو چگونه شرح میدهید؟ اولا نزد دوستان حقوقشناسم که تحت شبهه قرار دارند سر تعظیم میارم. اگر آنها پایهای ارگنیکوم در دادگاه عالی باشند پس من هم همانم. بیایند مرا هم تحت بازپرسی قرار دهند. همین را با غم و اندوه گفتنیم که این رفتار و کردارشان دینگرایی است. تمامی مردم ایراداتها را با اندوه نظارت دارند. پاسخهای انیق میخواهند. چنین بی‌معنیگی و چنین بی‌قانونی نباید باشد. در تاریخ وطنداری چنین رفتار دغلانه، چنین بازپرسی که اعتبار را کاسته میکند رخ نداده است. این را هضم کردن غیر امکان است. مجادله حقوقی تمام شده است. از این پس کارها را پیش از وقت باید عملی گردانید. همین را گفتنیم که از این پس کسی کفالت جانش را در دست ندارد.
من از سودی که برایم شد از طرف فدایی دیندار کشته شوم به همه این نگاه نکرده بسرم چی که آید من اعلان میکنم و نمیگذارم که دادگاه را به مثل یک نفر دینداری فدایی فاشیزمی تبدیل دهند. این رویدادها در نقشه نبود. دستگیری حقوقدانها خوب نشد. آنها امتیازهای مهم بودند. یک امتیاز داریم. اوچاغلو زود به اینجا دعوت کنید. وضعیت را گپ میزنیم. بینیم چیکار کرده میتواند. اطاعت سردار. از پیسگار یگان خبر هست؟ هنوز نیست سردارم. میدونیم که گریخته است. باید زنگ میزد. زودتر سب بیزد کن. رفیقان بعد دارم نجیب ایماز. آیا این کس با ما شهردیه؟ میرم چی کرده؟ سردارم همه حقوقشناسانی در سند آقای سوها بوده را برای بازپرسی به نظارتخانه آوردیم. این زن کیست؟ زنی که به شعله حمله کرده بود آقای دادستان. از کجا پیدا کردی تو را؟ پیسگاه را میگریزم لیکن یگید پیش از ما حرکت کرده است. این دفعه به وعده شفا کرد؟ نه بای؟ نه سردارم هیچ چیز نه. یگید پیسگاه را به کجا برد؟ نمیدونم. نجیب این یگید از پیش خود هر کار میکند. این را پشت سر نباید گذاریم وگرنه مانع کارمان میشود. به این هم از حد گذشتند. آقای دادستان من هم نادرست بودن این را میدانم اما او دنبال قصاص پدر است. یک نمود بیماری. دیر نشده پیسگاه را باید یابیم. کی میداند که در کجا باشند؟ نمیدانم. ممکن خیری؟ او در کجاست؟ در بیمارخانه است سردارم. در بیمارخانه که آقای سوها خواب است. میمدو تو را و اگر احوال خیری خوب باشد گرفته بیار. اطاعت. زود حاضر رو. وقت زیادتی ندارم. فهمو سردارم. با تقدیرت فخر کن و دعا کن که در درون تو هم نتر کنند. دراره دورو نجیب تو همراه من بیا. بیا رفتیم. دیگر یگان امتیاز ما نماند. از کی کمک میطلبیم پیکاس؟ از کی؟ سلام رفیقان. انشالله یگان نامعقولی نکرده اید. ببینید برایتان آنه را آوردم. آنه؟ اوه خدا، پیسگار هم دستگیر شد؟ پیسگار در کجاست نجیب سردار؟ هنوز نمیدونم. آه خدا. نجیب تو حق نداری که ما را در اینجا نگاه داری. به چه گناهکار میکنی؟ این کارتان روی راست راهزنی است. اگر سوال میداده که برای چی گناهکارمان نمیکنی جواب دادنش آسان‌تر. این سخنها را یک سوم نجیب ما را از اینجا برار. اوه پیکاس تو خود گفته بودی که هرگاه که خواهم میدرایم و میبرایم. تو را چی مانع شده است؟ همین پنجره ها؟ از اینجا میبرایم. حتما میبرایم. همین که بر آمدم دو دست از گریبانت میگیرم. این مراتب نه پیکاس. این مراتب نه. این زن را داخل حجره کنید زود. پیسگار گریخته توانیست؟ نه، دستگیر میشد بهتر بود. چرا؟ چون که او رو یگید. یگید؟ ای خدا. آه بسرمون چه ها آمد. یگید حاضر او را. احتیاط کن کیامینی. آه بسرمون چه ها آمد. یگید حاضر او را. احتیاط کن کیامینی. احتیاط.
از دهانت سخنی ناجا نبراید. از دهانت سخنی ناجا نبراید. از دهانت سخنی ناجا نبراید. خدا چگونه با این دوچرخ خزینه ها رو میبراید؟ با من برداریم چی؟ صابی چی خودت را برای یک حشرات اینقدر غم میدی؟ پروا نکن ببین چگونه میبرارمش. برا راهگر میگویم، راهگر بیا با اینجا زودتر. راهگر بیا با اینجا زودتر. برا میگویم. صوبی کارمندی دولتی حفظ حقوق کوبیلای شاهین راهگر بیا با راهگر بیا با اینجا زودتر. راهگر بیا با اینجا زودتر. برا میگویم. صوبی کارمندی دولتی حفظ حقوق کوبیلای راهگر بیا با اینجا زود. راهگر بیا با اینجا زودتر. برا میگویم. صوبی کارمندی دولتی حفظ حقوق کوبیلای شاهین سالی 1999 به نفقه برآمده به کار تجارت مشغول شده است. هنوز از جانبش برای دستگیر کردنش یگان شرح نآمده است. ثابت برای شناندن این سگ یگان چیزی ها. مایلش چی کار میکنه رامزاده؟ احمق اینجا را با یاد آوردی؟ اطراف را ببین، خوبتر نگاه کن. با من جواب ده. 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 با من جواب ده میگویم. با یاد آوردی اینجا را. جواب ده. جواب ده میگویم. بله با یاد آوردم. رامزاده. با یاد آوردم. رامزاده. با یاد آوردم. رامزاده. دو نفری که تحت نظارت گرفته شده است، یکیشون پروفسور هوزیرول و دیگری باشد تایمینیک. نفرانی نامبر شده باشد عین حال پدر خبر رو گوش کنید. پدر نجیب سردار عملیات رو سر کرده است. همه‌شون رو حبس کردند. برای برآمدن همه کار رو میکنند. از پیسگور خبری هست؟ درباره پیسگور چیزی نگفتند. انجمن دیگر آرام نمی شود. کی؟ انجمن بزرگ. دخترم حالا تو خیلی چیزها را نمیدانی. خوش آمدی سمی. خوش باشد سردار. تا امروز برای ارکین کاندو همه جنگ های حقوقیت قدردانی شده است. با کوشش های والای خودت در سرقانون یک چند مرتبه سازمانمان را از دم مرگ خلاص کردند. برای این خدمت هایت منت دارم. تشکر. تشکر سردار. منت دارم. تشکر سردارم. رویدادهای سخت را پس سر داریم. از همه گروه بقوتمان را پلیس حبس کرده است. در این کار دیگر شوخی نمانده است. کاری کرده آنها را باید از آنجا براریم، وگرنه نوبت ما هم می آید. سردارم من یک پیشنهاد دارم.
додситони эркинкондуро аз вазифа чунон бояд гирифт ки дорам ман як пешниҳод дорам додситони эркинкондуро аз вазифа чунон бояд гирифт ки дубора барнагардад ва баъд рафиқҳоямонро назди судяи худамон оварда аз он ҷо озодашон мекунем. инро чӣ гуна анҷом медиҳӣ? хоҳем нахоҳем каму беш дод фиғон мешавад албатта, чун нақшаи 367-ум ки пешниҳод кардед ба мақоми боло расондем ба мисли тағйир додани сарқонуне ки нисбати пӯштани ҳиҷоб карда будем. инро ҳам чунин мекунем. дар масъалаи ҳуқуқшиносон бошад ҳама корҳоро дида мебароем. он вақт зеки яҳьёро аз вазифа мегирем. дар ин кор ба ту кӣ кӯмак мекунад? ё худат танҳо масъаларо ҳал карданӣ? сардорам як адвокат карданӣ? сардорам як адвокат зане дорем. орзу бинед мисли бод аст, мисли оташпора аст. масъаларо зудтар ҳал кунед. бо иҷозати шумо. зудтар ҳал кунед. бо иҷозати шумо. рав. монда набошед. ташаккур. рӯз бахайр. рӯз бахайр. хуш омадӣ мемдуҳ. хуш бошед. чӣ хелед оғои соҳа? хабарҳоро дидам, боз хубтар шудам. ту хуб ҳастӣ? хубам, лекин то ҳол писагорро наёфтем. ба ин амалиёт муқобилият нишон медиҳанд. хубам, лекин то ҳол писагорро наёфтем. ба ин амалиёт муқобилият нишон медиҳанд. эҳтиёт бошед. албатта. дар беморхона кор доштам. гуфтам шуморо ҳам хабар гирам. албатта. дар беморхона кор доштам. гуфтам шуморо ҳам хабар гирам. оғои суҳа шуморо бардам дидам. хуб. боз мебинам. охир ҳозир омадӣ, ба куҷо меравӣ? дар асл ман хайриро диданӣ омадам. гуфтам туро надида наравам. кори муҳиме дорам. майлаш, то боздид. майлаш, то боздид. мемдух фарзандам, як дақиқа меистӣ? мемдух фарзандам, як дақиқа меистӣ? лабай оғои суҳа. духтарам, каме моро танҳо гузор. майлаш, ман дар назди дар меистам. биё инҷо шин. биё инҷо шин. хоҳиш мекунам, барои ман як чой меорӣ? майлаш меорам. гӯш кун мемдух, ба корҳои хело бад даст задам. ман одами бадам. беҳтараш одами бад будам. дар ҳаққи бисёриҳо зомин шудам. хато кардан дар сифати ҳар як инсон аст. муҳим хаторо дониста даст кашидан аст. оғои суҳа, шумо фазилатеро нишон дода истодаед. бовар кунед, ҳамаш хубтар мешавад. гӯш кун маро. игитро игитро аз полиси ман пеш кардам. дидаи дониста ба ӯ ҳамла овардам. ӯро ба панҷаи пикас партофтам. боз чӣ корҳо кардам ту намедонӣ. дидаи дониста ба ӯ ҳамла овардам. ӯро ба панҷаи пикас партофтам. боз чӣ корҳо кардам ту намедонӣ. сахт метарсам мемду. оғои суҳа, пушаймонӣ ҳам пешрафт аст. ҳатто пешрафти бузург. барои ҳамин натарсед, осуда бошед. мо болу паратон мешавем. ташаккур.
شما از دستتان هرچی آید میکنید، اما آنها را خوب نمیشناسید. شما از دستتان هرچی آید میکنید، اما آنها را خوب نمیشناسید. آنها مرا نکشند هم مرا وجدانم عذاب میدهد. اگر به من چیزی شود، انشالله به شما هیچ چیز نمیشه. اگر به من چیزی شود، رنا به تو امانت وعده بده که او را چون گوهر چشمانت نگاه میداری. همین کارها رو به انجام رسانیم، خدا خواهد تویمان را یک جای میگذرانیم. همین کارها رو به انجام رسانیم، خدا خواهد تویمان را یک جای میگذرانیم. همین کارها رو به انجام رسانیم، خدا خواهد تویمان را یک جای میگذرانیم. نصیب باز بابا میشوید، فکرهای بد را از سر. همین کارها رو به انجام رسانیم، خدا خواهد تویمان را یک جای میگذرانیم. نصیب باز بابا میشوید. به انجام رسانیم، خدا خواهد تویمان را یک جای میگذرانیم. نصیب باز بابا میشوید، فکرهای بد را از سر دور کنید. آینده رو با امید نظر باید کرد. تو به من وعده ده، هیچ نباشد به آرمان میمیرم. وعده، به ناموسم وعده میدهم. خواطر نباشه، انشالله تا آن وقتی که من زنده ام کسی به طور موی رنا ضرر نمیرساند. تو مرحمت چایتان رو آوردم. تشکر زیاد. سلامت باشید. حقت را حلال کن. استغفرالله، شما بزرگی نشان داده ایستاده اید. اصلا در آخران نفس هممون چنین باید شویم. با اجازت شما. عذر بیکارت کردم. خدا شفا بخشد. باز با تو چی شد؟ هیچ، با چشمم چیزی در بگذار چونین بودو. نه در آمدو، اما گویا که در آمده است. یارکی غمخورکی من. مایلش من رفتم کاری تاجری دارم. ممدو، تشکر زیاد. اگر نفری دیگری می بود چنین رفتار نمی کرد. این رو از تو انتظار نبودم. محبت همین است رانو. با انسان دوست داشتن دوستهای دوست را نشان میدهد. بیبیم میگفت برای خاطر یک چشم بسیار چشم خرسند میگردد. نمیفهمیدم، اما امروز فهمیدم. مایلش برای امروز همین قدرش بس است. حاضر من هم گریه میکنم. خودت رو به دست گیر، مثل کودکو هستی. کار چی شده است؟ چی گریستن ممکن نیست؟ تو با من اجازه گریستن هم نمیدهی. تا باز دید بعد زنگت میزنم. خودت رو احتیاط کن. این ساعت را من این روز را برای گرفتن جان تو اینقدر انتظار بودم. برایش بیدار خوابی ها کشیدم. پسگار اکنون با تو حساب و کتاب میکنم. عروس شوندم را در روز نکاح به قتل رسانیدید. به شرف و ناموسم اسناد آورده از پالیسی آزادم کردید. بس نبود مگر دیگه تماش برای خوبی تو. گپ نزن رزیل، گپ نزن. از پشت شما دیوانه شدم. من آدم کش شدم. از پشت شما دیوانه شدم. با من چی ها کردی؟ پدرم چی؟ از پدرم چی میخواستی؟ او از دست شما در آغوش من جان داد. با تو چیکار کنم؟ اکنون چیکار کنم؟ بدترین مرگ را هم چشانم. دلم خنک نمی شود. پسگار یگید
چی اینقدر سخن بسیار میگویی؟ پران در سرش؟ نه نمیشود، اینقدر با آسانی نیست ثابت. او به ما شاید حالا از وطن خواهی حرف زند. اکنون به من بگو شما کی هستید؟ پشت و پناهتان کی هست؟ به کی باور میکنید؟ اگر پشت و پناه نمی داشتی با این ترسانچکیت تنها به حمام نمی رفتی پیسگار. حرامزاده به چشمانم نظر کن و به من بگو این زبان پلید برای کی سخن میگوید؟ پیسگار بگو این نفسی حرام را برای چی میگیری؟ بگو در این سرت چی ها هست؟ پیسگار بگو به من گپ زن. من هر چی کردم برای وطنم کردم. شد گپ نزن، من تو را فهمیدم. برای وطن میکنی، برای کشور میکنی، لیکن برای کدام وطن و برای کدام کشور؟ پیسگار کسی نداند تو را وطن پرست میحسابد. پیسگار در این ساعت تو را یگان دروغ نجات نمیدهد. هرچی میدونی آدم بر این بگوی، کفالت جانت را وعده میدهیم. با عقلانه فکر کن یگید، دنیا دیگر شده ایستاده است. 200 سال است که جنگ هست. نفر باید نفری را اداره کند. آن نفر باید با قوتر باشد. شما قوت و زوری را تنها در پول میدانستید؟ در پول در پول. هرچی میخواهی بگو. حقوق میگویی، حقوق از با قوت هاست. برابری میگویی، با قوت ها برابرترند. آزادی میگویی، با قوت ها آزادترند. برای این کار نفری باید اذیت کشد یگید. بله، نفری باید اذیت کشد. مردم بیچاره اذیت میکشد. چرا؟ تا که شما دنیا را به خواست خودتون اداره کنید. اگر به فایدهتان باشد سازمان‌های تروریستی بسازید، در میدان‌ها به مردم بیگناه تیر خالی میکنید، میکشید. پیسگار یکمی مای را فراموش نکرده ایم. ببین از پشت شما 33 سال است که میدان تقسیم محکم است. پگاه جشن یکمی مای است. کو حرکت کنید ببینیم کارتان تمام شد. تمام شد پیسگار. کاری نفری تمام می شود که کاری ما را تمام می گوید. پروا مکن، یک کس هم باشد دوام می دهد. خون حتما رسانیده می شود. باید چنین شود. نمی فهمی مگر آنها نمی دانند که برایشان کدام بهتر است. همین را دانسته باشد که برای جاهلان انتخاب را ما میکنیم. برای این خون باید رساند. بله، این کار باید عملی شود. پیسگار خونی ریخته 30,000 شهید چه می شود؟ پیسگار این چه بی‌وجدانی و بی ایمانی است. پیسگار کمی گذشته را به یاد آور. هزارها نفر از برای جنگ راست و چپ کشته شدن تنها به خاطر شما، تا اینکه کشور را شما اداره کنید. پیسگار نادرست شعر میدهی یگید. پدرت هم همین خطا را کرد. سفسطه مگوی. خواست به همه آغوش کشاید. با او هم فکر نشدیم، اما با تو هم فکر میشویم. احمقی افلاس، با سرت سلاح رو که ماندم با ازرائیل هم مصلحت میکنی ابله. این جریان رو من کشف کردم صبح. نه، تو حلقه از این زنجیر هستی و زنجیر هم حاضر میکنه. ترسانچک، کشاف مرگ، کشاف اجل، دف شو. تو از پدرم هیچ سبقی نگرفته ای. از ترس تگت رو تر میکنی و باز مسیحت میپرسی. دف شو لگین. فکر نمیکنم، در او مردی رو نمیبینم. یک گردان گاوسی خیال پرست بود، چنان کور بود که حقیقت رو نمیدید. وگرنه حاضر جانت را میگیرم. و خیالهای خودش محکم شده بود. پدرش برای ما موضوع حاصل بود. پیسگار خاموش است.
چرا بر مقابل آفشینا میکرد؟ خاموشیست میگویم. خاموش. اما تو چنین نیستی. من میدونم. در آخر دیدی خودت مثل یک موش پنهانانه زندگی کرده، خود را در پناهگاه محکوم کرده. خاموش ایست ثابت، ایست. میکشم تو را. صبر کن ثابت. میکشم تو را، فهمیدی؟ میکشم. صبر کن نگم ثابت، صبر کن. ثابت. با این آدم کارمان تمام شده است. آن پیش از مردن هر چی خواهد گفتن گیرد. در دست من سندی هست که باطل بودن همه سخنهایش را اثبات میکند. آوردم سردار. کنی گذار خیری. مرحمت سردارم، با ادای وظیفه آمودم. میمدو با تو وضعیت رو فهموندگیست. ها بله، چی گپی شده است اما من خبر ندارم. تو نمیدونی که پیساگو رو یکت به کجا برده است؟ نه سردارم، از کجا میدونم؟ شما یگان جای پنهانی دارید. چه جای پنهانی سردارم؟ از برای خدا ما گروه هستیم. شما عجب گپ‌هایی میگویی. خیری نغمه کنی رو بس کن. حاضر پای دیگرت رو هم میشکنم. پایم شکستگی نیست برادر، زخمین است. من با سپارش سردار امنیت نجیب سردار اینجا حاضر شدم. برای ادای وظیفه اینجا آمدم. با دست و پای زخمین. نخود برای وضع این به من چنین گویی. همین است سردارم، همین است سزای من. خیری مرا عصبی کردی. قهرم راستو نبرارم. میدانی چی؟ سردارم مگر شما مرا نمیشناسید؟ دانم مگر پنهان میکنم؟ اگر میدانستم شما نپرسیدم من خودم به شما آمده میگفتم. سردارم دروغ میگوید. گوش کنید سرکمسر، مرا هر چی میگوید گوید، اما دروغچی نگوید. یا من به شما یگان مراتب دروغ گفتم. اوه سردارم، فرمایشی عالی. سرکمسر با خدا مرا رنجون دید. من نمیگذارم که کسی مرا تحقیر کند. یگان بلای نشده بره دور از نزدم. نجیب زود تلویزیون رو درگیرون. افسوس که عاقبت کاری رهبرمون تکین به تنه نامعلوم است. همین قدر میدونم که پلیس تعقیبش داشت. حتی میدونم که جای کارش در آمدن. تحت نظارت قرار دارد یعنی چیزی نگفتن. در اینجا نه دموکرات موند و نه حقوق و نه حقوق بشر. حقوقمون رو پایمال کرده میگردند. با دولت پلیسی پیشرفته ایستاده ایم. یا خدایا این خودش چی گپ؟ این رویش اونقدر خوب نمی نماید نجیب. پیساگو رو باید زود یابیم. تشکیلات را برای بقای کشور ساختیم، اما آنها بروقتر در وطن جا گرفته بودند و ما را در خانه جانمان زدند. آدمان صادق من تکین و کوبیلای به من و دعوایم خیانت کردند. امروز از بعض کارمندان خدمات خارجی فهمیدیم که از فعالیتمان به آنها معلومات میدهند و ناراحت شدند. فهمیدی ابله؟ این گمانتون خطا است. معلوم شد که نامشان پیساگو و پیکاس بوده است. دو خائن فروخته شده به سازمان‌های تروریستی برای خون ریزاندن کمک کردند و حتی تشکیل کردند. این هر دو را پیدا کرده باید نابود سازیم. این عمل برای منفعت ملت و وطن خواهد بود. 3 اکتبر سال 1979. به همه این چی میگویی؟ چی میگویی؟ گپ زن. برای وطن بهترش رو میکرده. دنیا با دو قطب جدا میشود. یکیش رو باید انتخاب کنی. یکی گپ زن. سرچشمه آزادی همین است.
میخواهی جانت را خلاص کنی. نفر شکار میکند و پس ماده آنها را شما مثل شغالان میخورید. همین خیره؟ نه ما دولتمان را خودمان را کردن میخواهیم. گپ زن. برای تابع دیگران نشدن قدم اولی همین است. مردمان گویا که دیوانه شدند، چنان غوغای برداشتند که به انقلابگران چون به نجات دهنده نگاه میکنند. فردا برای سرقانون با زوری امضای مردم را میگیرند. آینده ملت را با دست خودشان محو میکنند. مطمئنم که پس آن پیسگار و آدمانش ایستادند. 20 سپتامبر سال 1980. پیسگار چه ها میگویی؟ با این دلیل ها همه گفته هایت دروغ برآمده. چی میگویی؟ اینقدر نشستیم یگان کس نامد. پیسگار چی کار کرده باشد؟ نجیب! چی دل میزنی برادر؟ خاموشیز، اینجا جای دولتی است. نجیب! و تو میگویم زود نجیب سردار اینجا دعوت کن، زودتر. جیغ نمیزنم، بند است. مرا گوش کن، من خیلی گپی مهم دارم. نجیب! چی گپ شد کمیسر؟ هیچ چیز نه. نجیب! خاموش باش گفتم. نجیب را زود جر زنید تا نهایت خاموش نمیشم. این مسئله تعجیلی است وگرنه پشیمان میشوید. نجیب! شما اینجا مانید، من نجیب سردار را خبر میدهم. نجیب! سردارم، اگر کارتون با من تمام شده باشد من روم. شکم رو هم سیر کردید. این را گرید و در حجره محکم کنید تا برآمدن یکی در پیش چشممان ایستد. آخر سردارم پیکاس دیوانه شده است. میگوید نجیب سردار را باید ببینم. چی در دارد؟ نمیدونم سردارم، یک ببینید خوب میشود. یک جوی میرویم. نجیب! مایلش تو میتوانی روی. چی شد؟ با مثل که گوشت راستان گرفتن فیغان داری؟ پسگار را یافتی؟ نه، کافته ایستاده ایم. سردارم را کجا کردید؟ کشته دو را. اگر میمرد بویش تا اینجا می آمد، پروا نکنید. جواب همه اینها را میدید. مرا گوش کن، خاموشی است. میدانم که یادش کردید. او هم به نظرتان می آید. کمی دیگر صبر کنید. کجا را دیدید؟ با فکرتان یگید او را کجا برده است؟ ممکن به مزار پدرش یا جای قتل پدرش؟ خانه را هم از نظر گذرانیدیم، همه جا را دیدیم. نیست آخر. ویرانه را چی؟ کدام ویرانه؟ ویرانه سلطوجه را، مکان آغاز کارهای مرد ایون و پسگار. و آن ویرانه هم برای یگید معنای خاصی دارد. بعضی وقتها آنجا می رفت. فکر میکنم ببینی خوب می شود. فهمه سلطوجه گفتی؟ بله، یک ویرانه کهنه، همچون الفلی مشهور است. زود باش میمدو، رفته بینیم. سردارم با ما یکون شرح میدیه؟ خوش میکنم، یک طرف خوش میکنم. یک طرف خوش میکنم. خوش میکنم، نزدیک نشوید گفتم. نزدیک نشوید. به فکرم خیلی زیاد خواندیم. خیلی که دیدیم پدرم و تو مثل روز و شب هستید و البته که عاقبتتان هم یکسان نیست. او در باغ جنت و تو باشی به چاه جهنم غلیده می روی. ایست یگید! سوزشواری است!
مرا زنده با زنده نسوزان یگی. از حاضر با آتش عادت کنی در جهنم چندان عذاب نمیکشی. اینقدر بد هم نه. التماس نکن التماس. با این جوریز تو جای خشک نماند. ایستید راه محکم است ایستید. من پلیسم زود راه رو کشید. حالا کارمان تمام نشده است. تو شاید گفتم به شما ما هم تاجیل داریم. بیایید بچه ها راه را کشیم زود باشه. اینها را با آن طرف گذاره. بس کن یگید با فکرم جدی نیستی. و مثل جراحی قلب جدیان. مرا کشی هم در بین یک شبانه روز با جای من دیگر تعیین می شود. او را هم می سوزانم. نجیب چی؟ را بردن مرا می داند. این را از تو می بیند. بعد مردن تو راضی هستم که یک عمر در زندان محکمم کند. با زیباییت فخر نکن. یک داغ بس است. با داراییت دل مبند. یک آتشک بس است. ببخشید اینجا یک خانه بانومی الفلی هست. یک خرابه کنه در کجاست؟ راست به بالا بروید بعد به طرفی راست گردید. از روبرویتون میبروید. تشکر. پیشگار تو را محکوم کردیم. با وجدانمان حکم برآوردیم. برای خیانت به وطن و ملت گناهکار دانستیم. شخص نزدیکترینم را از من گرفتی. برای سوزاندنت همین کافی است. مرگ تو برای دولت یک قدم نوی ایجاد می کند. دوره بی امتیازی به امتیازداران. آماده ای؟ التماس این کارو نکن یگید. پیشگار چندین ماه است که برای این روز خدا را شکر می کنم. بریدن سرت به من نصیب می شود. التماس مرا نسوزانه. نکن. نجیب سردار آمد. خوش آمدید. خوش باشید. محترم سمی، شما در اینجا چی کار دارید؟ ادوکات نوی من. نمیشناسم. سلام، من نوردوساینان، ادوکات آقای کوبیلای شاهین هستم. قبلا تو رو باری هم ندیده بودم. برای که دعواهای خرد رو نمیبینم. با اجازت شما موکلم را دیدن میخواهم. مرحمت. رفتیم. مرحمت. خوش آمدید سردارم. چی کار میکنی یگید؟ دوستم ایست، خواهش میکنم. اکنون از نو سر میکنیم. یاریده نجیب مرا زنده با زنده میسوزاند. تو خاموش است یگید. خاموش کن آتش را.
سردارم، این آدم به سوختن حق دارد. این پلید در پیش چشمم پدرم را کشت. گوش کن یک بار دیگر. تا حالا مرا میفهمیدی؟ مرا گوش کردی؟ این دفعه نمی شود سردارم. یگید خواهش میکنم کمی صحبت کنیم. میم دو ثابت شما بیرون برای. لیکن سردار برایت گفتم ثابت تو هم. یگید پدرت تو را در همین حال بیند چی میگوید؟ به فکرم آغوشم میگرفت. فکر نمی کنم. پدرت قهرمان است که برای وطن خدمت کرد. پدرت قهرمان است که برای وطن خدمت کرد. پدرت قهرمان است که برای وطن خدمت کرد. نفر نبود که چون دیوانه ها قتل کند. تو حاضر خودت را فریب داده ایستاده ای. فریفته نفسش تو حاضر خودت را فریب داده است. تو حاضر خودت را فریب داده ایستاده ای. فریفته نفسش شده. تو حاضر خودت را فریب داده ایستاده ای. فریفته نفسش شده قصاص میجویی. مان این مرد نزد قانون جواب دهد. قانون جواب دهد. قانون جواب دهد. قانون جواب دهد. عدالت؟ سردارم برای این آدم عدالت؟ سردارم برای این آدم عدالت مرگ است. سردارم برای این آدم عدالت مرگ. سردارم برای این آدم عدالت مرگ است. برای کی میکنی این رو؟ مگر برای پدرت؟ خودت را یک پرس. آواز درونت را پرس. پرس آخر. پرس. مگر اشتباه نمی کنی؟ مگر این کاری که تو میکنی از روی عدالت است؟ از روی وجدان است؟ سردارم مگر اشتباه نمی کنی؟ مگر این کاری که تو میکنی اشتباه نمی کنی؟ مگر این کاری که تو میکنی از روی عدالت است؟ از روی وجدان است؟ سردار مگر اشتباه نمی کنی؟ مگر این کاری که تو میکنی از روی عدالت است؟ از روی وجدان است؟ سردارم اکنون بس. پرتو آتشک را سوزد. ما هم در اینجا تماشا کنیم که چکل خاکستر میگردد. شاید پدرت فخر کند. تو چی هم بگویی نجیب سردار؟ خاموش است. استخوان پدرت در جای خوابیدش درد بس است سردارم، بس است. شاید پدرت از آن فخر کند که پسرش قاتل دیوانه است. کفایه سردارم، کفایه. سوزان میگید این آدم را سوزان. درونت آسوده شود. سوزان سوزان. بعدم میدیم که پشتم را نگاه نکرده میبرایم. سوزان این آدم را. با تو میگویم سوزان. شد سردارم، شد. بس است. بس بودگیست. بس بودگیست سردارم. بس بودگیست سردارم. سمی جان، سمی جان، دوست جانیم، این چی خوش خبر. زود خلاص یابد که جانم. زود سفید شو آزیرال. تو هم پیکس. تشکر.
این خانم کیست؟ نمیشناسید. ادوکات بوده است. دام پیکاس. تشکر. این خانم کیست؟ نمیشناسید. ادوکات بوده است. ادوکات نوی من. خرسند شدم. من هم خواستم خبر را در همین جادی هم آقای دادستان. کدام خبر؟ فکر میکنم از من نمیرنجید. کمی پیشتر همه تعجیلا جمع شده بودیم. عملهای غیر قانونی رو روی میز گذاشتند. از وظیفه‌تون آزاد شدید. این رو اول با ادوکات ها میرسونند. اینقدر آشکار کار کردنتون زیب نمیدهد. هر وظیفه اتحادی خود را دارد. اتحادی وارد شوی؟ وظیفه تو را من دوام میدم. مرحمت، این تبلیغات رسمی. هر دویمان میدانیم که در اصل این کار را نمیخواهی. سردارم، اگر کمی دیر میکردید خاکستر این آدم را جمع میکردید. یگید، این تو نیستی. خودت را فریب داده ایستادی. فریفته قهر و نفست شده ای. حال همه کار را در این میبینی. این آدم را کشی چی می شود؟ کشور از یک حرامی رزیل نجات می یابد. نه، 24 ساعت نگذشته به جایش دیگری را می یابند. اگر محکم کنیم 24 ساعت نگذشته می براید. این مراتب نیگید. این مراتب نی. این آدم را محکم کنیم. اثبات خواهیم کرد که عدالت حقوق از همه بالا است. درون سازمان ها ترس پیدا می شود. گریهشان کشاده می گردد. شهروندان والا بودن حقوق را می بینند. از حقوق بالا بوده ها محو می شوند. مغلوب می گردند. یگید مگر خودخواهی کردن از وقت خوش بخشیدن به مردم بالا است؟ مرا میفهمی؟ سردارم، ماند این کار در همین جا انجام یابد. خس کما جهان پاک. نه، نمی شود. میدانم قهرآلودی، اما به من اجازت میدی که این آدم را از اینجا ببرم و بعد محکم شدن همه‌شان را تماشا میکنیم. سندهای دادستان سوها برای یک عمر زندانی شدنشان بسنده است. این سخنها را بسیار شنیده ایم. شما وعده دادید، اما وعده ها اجرا نشدن سردارم. من از دستم آمده را کردم. باز میکنم. این آدم حکمش را میگیرد و حبس میگردد. یگید پشیمان نمیشوی. انشالله
انشاءالله نمیگذارد که من پشیمان شده گویم که کاش که نجیب سردار را گوش نمی کردم. نگویم که قاتل پدرم در دستم بود و او را نکشتمش. میگویی که خوب شد که نجیب سردار را گوش کردم. برای پدرت همه امان غمگینیم. او وطن دوستدار حقیقی بود. اگر خواهی که برای او کار خیر انجام بدهی مرا گوش کن. میلش. ممدو بیاید این احمق را گیرید. من هم با شما میروم سردارم. لازم شود شاهدی هم میدهم. این کار چگونه می شود؟ خیلی خوب می شود آقای دادستان، خیلی خوب. همه ما خرسند از آنیم که به این همه بازپرسی هایتان خاتمه دادیم. شکر که در این کشور حقوق شناسای خوب هم هستند. به نزدیکی معلوم می شود که کیها با کی همکاری دارند. بازپرسی را از این پس من دوام میدیم زکی یحیی. تا همین جا بود از حاضران نوشاکی ها را تیار کنند. برای من خوشخبر هم نشد. افسوس که حقوقهایی که در دانشگاه خوانده بودم از عدالت‌های در حیات بوده خیلی فرق میکند. شما روی دانشگاه خوانده بودم از عدالت‌های در حیات بوده خیلی فرق میکند. شما روی راست با بازپرسی تبر میزنید. من 2 سال است که این بازپرسی را خودم میبرم. شب و روزم را دادم. در ماشینم مرا تیرباران کردند. برایم هرچی پرتافتند. کسی مرا به خواستش عیبدار نمیکند. نفری را ناراحت نکردم. کسی از من دعوا نداشت. ناراحت نکردم. کسی از من دعوا نداشت. ناراحت نکردم. کسی از من دعوا نداشت. حاضر میروم اما باز برمیگردم. دیر هم باشد عدالت طرفی مییابد که تجلی کند. مرحمت. آقای دادستان خوب هستی؟ خوب نیستم. خوب نیستم. التماس نزدیک نشوید. از اینجا دور شوید. خواهش میکنم التماس دور شوید. نزدیک نشوید. شادیانه دی آقای دادستان. ببین کی را آورد. شادیانه دی آقای دادستان. ببین کی را آورد. تبریک میکنم نجیب. چی شد که آقای دادستان؟ یگان لحظه شادیانه نداری؟ چی خرسندی کنم؟ چی بازی ها؟ چی الهو میکنم؟ صبرم تمام شد. از اینجا بیا صبر. چی شد که؟ هرچی با تو کردند اکنون با من میکنند. وظیفه ام رو گرفتند. وظیفه رو گرفتند؟ چه خیلی؟ بیرون از کارهای جمعیتی عمل کنی خوبتر است. این نوکسان حتی با جایم یک دادستانی تعیین کردند. این چه میشه؟ چگونه این کارو میکنند؟ با فکرم شما نجیب سردار هستید. من دادستانی مخصوص کمال بیرقدر دستگیر شده رو برای گرفتن زبان خودش نزدم بیارید.
سردارم وعده داده بودید به حبسخانه در آمدنش را تماشا میکنیم. قصاص قاتل پدرم را یک جای میگیریم. نیهاری من زود کلان میشود. آفرین از پدرتون. این از من. اکنون آب باید داد و این را آبی جان میگویند. گیرید. اوچه اینها که کلان میشوند؟ حالا دیر کلان میشوند. چقدر؟ سالها میگذرد. نوربانو به تو همه دانستم. مرا گوش کنید. نسبت به طبیعت بی اهمیت شده ایم. هر سال هنگام سوختار چندین گکتار درختها را از دست میدیم. برای کمک بر ضد تغییر اقلیم کشوری ما هم برنامه ها عملی گردانده ایستاده است. ما هم برنامه را دستگیری باید کنیم. این را برای خودمان نمیشینانیم، برای کودکان شما میشینانیم، چون که ما هم از درختان شینانده باباهایمان میوه میخوریم. کودکان شما، نبیره های شما از این درختها بهره میبرند. تا کلان شدن بچه های من این درختها خشک میشوند. نگاه کنی خشک نمیشود. ببینید اینها خشک نشدند. بچه عذاب ها کلان شدند. تنها ماند دشوار است اگر هممون یک تایی شینونیم و بعد بچه های تو هم شینوند و بعد باز بچه های تو هم شینوند. چی می شود؟ نمیدونم چی می شود. پس از 100 ساله ها می فهمید آن نهال ها به درختزار تبدیل می یابند. فهمیدی؟ فهمیدم. چه دادم هم باید نیومد؟ نه اومده است پس کارش برآمده است. انا دادم هست. آدمی خوب را ذکر کردی پیدا می شود. گیر تو گپ زن. الو دادا برای نهال شنونی ناومده؟ در اینجا نهال رو شنوندن بچم. چی شنونده؟ مانع دیگران شنوندن بچم. در گرمدان امنیت درخت انجیر شنوندن. خیلی خوب کردن. اون هم کلان شود بعد انجیر میخوره. من دیر می آیم. با آچت بگو در خوراخوری انتظار نشود. مایلش دادا. آقای کابله شاهین با فروش سلاح گناهکار دانسته شدید. با آن گفتنی شخص سلاح تأمین میکنید. او را میشناسید؟ من یک آن را میدانم. روغن طبیعی است. شما که یمینید با تشکیل کنندگان سازمان‌های تروریستی در کوی قندیل وا میخورید. من کیامینیک سازمان تروریستی در کوی قندیل؟ این نادرست است آقای دادستان. اشتباه میکنید. این دعوا را رد میکنید؟ با من وطن دوست، با حیا، با ناموس مگر این کار میزیبد؟ نه هرگز. بغیر از شبیه قندیل دیگر قندیل ایران نمیدونم. زهر بدنتان شود. نجیب این احوال رو ببین. خدایا صبرم ده. نجیب من دیگر توخت کردن نمیتونم. اینها روی راست بازی دارند. من میروم. جناب دادستان کمی تنفس میخواهید؟ شما هم خسته شدید. مبادا که فشاری قند نشوید. اشتیهای تو رحمت. تشکر پیکاس. خوش شود.
مرحمت سردارم. یکی تو را ناراحت نکرد؟ نجیب سردار در وقتش آمد. وقتی که برآمدیم برای فکر خوبتری میکنیم حاضر خوراکمان را خوریم. در اصل برای این خوراک از آرزو خانم قرض داریم. در حضورتان از او یک مینتداری قرضدار بدنم را میگویم. اول شما را از اینجا براریم. ادای قرض آسان است. کار سود حالا در پیش است. این مسئله رو من خودم حل میکنم. سودیا یوکسل مرشه گفتنی آدمی هست. ناراحت کردنش لازم. چیکار کردن ندارو میدونی؟ بله، اویلش رو زیارت میکنم. آدمانی مرا میتوان استفاده کنی و تو کمک میکنی. مایلش تشکر زیاد. به شما شبی خوش. خرسند شدم. اشتهای تام. تشکر زیاد. مرحمت بانا. من احمق با دست خودم به نجیب سردار سپاریدم. چرا گوش کردم؟ میسوزاندم میرفت. بعد تا آخری عمرتون در حبسخانه مینشستید. رها کردید. هیچ گپ نیست. البته باز دستگیر میکنیم. به این هم امروز یا پگاه میبرایند. ببین دادستان را عوض کردند. حیران نمیشوم هم اگر سودیا طرفداری کند. سودیا کی میشود؟ اگر با سودیا گپ زنیم او را راضی کنیم. اگر نکرده باشند پس مانعی مصلحتشان میشویم. لیکن سودیا کی میشده باشد؟ از آقای سوها میفهمیم. ببین با پلیس همکاری را سر کرده است. پس چی اینجا ایستاده ایم؟ خیری تو با مکان ما میرویم. ما را آنجا انتظار شو. وقتی راه گشتن آسمان را نگاه میکنی احتیاط کن آخر. بخشش ندیدمت. چی شد ثابت؟ این دختر را در کجای دیدم؟ بیا رفتیم ثابت. بعد فکر میکنی. رفتیم زودتر. بازپرسی را بین. خدا با ما همچنین بازپرسی را نصیب کند. از سحر با 2 پرانان در پای ایستاده ایم. نیازی از اونه که مثل اینها سر میگردی. بهتر است با ناموست از گرسنگی بمیری. نجیب بیا. کباب مغزدار میخواهی؟ کوفته کباب است. سردار طاقتم طاق شد. حاضر من این احمق رو داری را نیازی. سرکمیسر ایسته. بردارید این خوراک ها رو. چی گپ شد؟ تو کی هستی؟ آقای دادستان چگونه این شرمندگی رو اجازت میدی؟ این زیدی قاعده است. از تو میپرسم. بیرون برو. احمق. همه‌تون به این جواب میدهید. در اینجا بیانات داده ایستاده‌ام. چی شده است؟ خوراک خوردن هم جنایت است. دیدید آقای دادستان مرا زد. برو رو از اینجا زودتر. بیاد رفتیم سرکمیسر. رفتیم. دستم. راه گرد رفتیم. میبخشید آقای دادستان. رفیقان از چنین رنگ گرفتن این کار قهرآلود شدن. در بازپرسی اولین بار کباب دیدن. بنابراین ناراحت شدن. مرا زد. کمی پیشتر با دکتران گپ زدم. آنها گفتند که شاید پگاه شما رو جواب دهند. مایلش دخترم. به این هم از خواب کردن دلگیر شدم. یگید؟ شام بخیر. یگید تو اینجا چیکار میکنی؟ خواطر نشود آقای سوها. خبرگیری آمدیم. به یگان نیتی بده نآمده ایم. از تو 1-2 چیز رو پرسیدنیم. چی شد؟ بخیر است؟ نجیب سردار پیشگار و دیگران را دستگیر کرده به دست عدالت سپاریدند. رنا خرسند نشو.
بعضی کارهای بد هم شد. دادستان آقای زکی را از کار گرفتند. نه خود کی او را گرفت؟ کی میگرفت؟ حقوقدانهای بالا بوده. از پشت آنها سمی اوچراغلو نام شخصی هست. حیران هم نشدم. کاری کرده آنها را از آنجا میبرارند. اوچراغلو تنها امر گوش میکند. او هم مثل پیسگار از انجمن بزرگ امر میگیرد. انجمن بزرگ؟ این خودش چیست؟ به این هم به آنها نمیرسید. اما به شما همین قدرش رو میگویم که اگر زکی یحیی را گرفته باشند به جایش دیگری را تعیین کردند. از آمدن دادستان نو کارها کمی عقب میماند و این هم در سند بوده ها نیست میشود. یعنی آزاد میشوند؟ اینان همینطور از سودیا وابسته است. مهم آن است که به کی مراجعت میکنند. البته برای این کار همه چاره ها را میاندیشند. به زمین قدر دلیل داشتن؟ رانا به تو گفته بودم برای آنها دلیل مهم نیست. این چه کشور است فهمیدنش دشوار. افسوس که ساحه حقوق به آنها امتیازهای زیاد بخشید. از این استفاده کرده به جایهای زیاد به آسانی در آمدند. حاجت نیست که به دوری نظر کنیم. برای مثال من چی میشود اکنون؟ آزاد شدن آنها را تماشا کنیم. عقلی کس قبول نمی کند. بله. میدانید که کی به سود کشیده میشوند؟ به فکرم پگاه. سودیا کی میشود؟ نه نمیدانیم. اگر میدانستیم خوب میبود. به من تلفن دید. مرحمت پدر. درآیید. ادوکات ارزو سیحن اومدند. میخواند با شما صحبت در کنند. همین وقت؟ خدایا مایلش درآید. خوب شده سردارم. مایلش. من در نزد آقای یوکسیل هستم. شما هم جایتان را گرفتید؟ مایلش. بعدتر زنگ میزنم. شام بخیر آقای سودیا. خواهش میکنم برای در این ساعت ناراحت کردنم مرا ببخشید. مرحمت. با کدام مسئله؟ دعوای مهمی دارم. دعوای تکین بطنه و قبیله شاهین. یک لحظه. شما ادوکاتی کی هستید؟ آقای تکین و دیگرها. لیکن نباید به اینجا می اومدید. آدمان بینن چی میگویند؟ مرا گوش کنید. با شما آشکار گپ میزنم. موکلانم بیگناه و فردا در دعوا باید آزاد گردند. این را وقتی میگویم که پرونده نزدم آید. تو خودت کی هستی که با من چیکار کردنم را نشان میدهی؟ برو از اینجا. فکر زن و دخترتان را کنید. تو مرا تهدید میکنی؟ در جهت شین. گفته هایم تمام نشدند. فهمیدم. نشان خانه اش هست. تشکر. شب بخیر. فهمیدم. شب بخیر. چی شد آقای ساها؟ نام سودیا یوکسل مشا. میشناسم. مردی با ناموس است. اگر در دستشان مواد تحت داوری نداشته باشند مطمئنم که دیگر اصولها را هم استفاده میبرند. یعنی گفتنی است که کاری کرده از دومشون میدارند. بله. ما هم رفته او را یک زیارت میکنیم. لازم شود تا سهر نزد درش نوبت میایستیم. البته چقدر که ضرور باشد. در اینجا نشانه خانه و جای کارش است. تشکر آقای ساها. خدا شفای کامل دهد. تشکر. زودتر شفای یابید. تشکر. شب بخیر. موج هست. اول مرا گوش میکنی. بعد به تلفن جواب میدهی.
خاموش کرد خدایا. چیکار میکنه مکان؟ تو خانه رو خبر گیر، من جای کارش رو. یگید ماشین رو تو گیر، من با تاکسی میروم. مایلش. شما خود را که می حسابید؟ با کدام حق مرا تهدید بکنید؟ پیش از پلیس رو جه زدنم رو از اینجا. یک لحظه اجازه ده. چه خیلی اجازه دهم؟ در شو از اینجا. تماشا کن، شاید فکرت رو دیگر میکنی. دخترم دادا جان مرا نجاتی یوزل با ما با دخترم نره جا میکنم دخترم را سر دهید. اوه رو نرسید. داماد را گیر. تو این دختر را برون برار. تو دهانی نبر. سردی دخترم خاموش باش. تو زنی احمق. آرام باش. خدایا توبه، این حقیقت نیست. شما قاتل هستید. کی هستید؟ از همسرم چی میخواهید؟ از دخترم چی میخواهید؟ از آنها چیزی نمیخواهیم آقای یوکسل، از تو میخواهیم. سروغای گفته‌تون همین جوست. تشکر. الو یگید، من در نزد خانه سودیا هستم. یگان خبر جالبی هست؟ حالا نیست، میبینیم. هر چی دیدی به من خبر ده. در سود برایت سند ها میارن. نسبتشان دلیل های دقیق است، اما تو آنها را آزاد میکنی. این چه خیل میشود؟ مادامی که دلیل های زیاد دارند چگونه آزاد کنم؟ شما مگر دیوانه شده؟ آن طرفش کاری توست. تا آخر سود دخترت تا آخر سود دخترت در دستی ما تا آخر سود دخترت در دستی ما می‌ایستد. اگر موکلانم آزاد نشوند و یا به کار پلیس دخالت کند، دخترت را دیگر نمی‌بینی. خاموش باش بطمه بیام. گابرو نمیفهمی. خاموش باش بطمه بیام. گابرو نمیفهمی. خاموش باش بطمه بیام. گابرو نمیفهمی. خاموش باش بطمه بیام. ایستید. چیکار میکنید شما؟ دستان را پس سر کن. مایلش آرام باشه، چیزی نمیشه. ایستا چیکار میکنی برادر؟ ایستا میپرونم تو رو. ایستا میپرونم تو رو. ایستا میپرونم تو رو. ایستید بس است. پلیس نامد از اون از اینجا میروه. ایستید بس است. پلیس نامد از اون از اینجا میروه. ایستید بس است. پلیس نامد از اون از اینجا میروه.
ایستید بساز پلیس نامده زود از این ایستید بساز پلیس نامده زود از اینجا بروه تقدیر همسر و دخترت در دست خودت توست. وعده ده که با اونها چیزی نمی شود. من پیشنهادم رو کردم. دست خودت توست. وعده ده که با اونها چیزی نمی شود. من پیشنهادم رو کردم. اگر گفته هایم را اجرا کنی با اونها چیزی نمی شود. از خونه چهار آدم برآمد. با خودشون دخترچه بود. با فکرم دخترچه سودیا را بودند. من به خانه بدرایم. اینجا غیر یک زن کسی نیست. مایلش. خب من زنگت میزنم. خب آرام باشید آرام باشید. من از آن آدم ها نیستم. حاضر بنده هایتون رو میکشایم. دخترم رو کجا بردن؟ با پلیس ها خبر ده. کمی صبر کنید. دخترم رو کجا بردن؟ با پلیس ها خبر ده. کمی صبر کنید. این رفتاری با عقلانه نیست. آدمانی که دخترم رو بردن که ها بودن؟ با فکرم از شوهرتان چیزی میخوان. با فکرم از شوهرتان چیزی میخوان. با شوهرم باید زنگ زنم. با فکرم از شوهرتان چیزی میخوان. با شوهرم باید زنگ زنم. با فکرم از شوهرتان چیزی میخوان. با شوهرم باید زنگ زنم. اگر مرا خوب فهمیده باشی پس من میروم. پگاه در سود با میخوریم. زود باش دخترم آن را بردن. میدونم آرام باش. دخترم خوب است. آنها کی بودن یکسل؟ کمتر پس به خونه میآیم. صبر کن. با پلیس زنگ نزن. فهمیدی؟ این ادوکت پیکاس در اینجا چی کار دارد؟ در اینجا چی کار دارد؟ نترس عزیزم. دخترم را نجات میدهیم. نترس عزیزم. دخترم را نجات میدهیم. خواطر ما باش. حاضر می آیم. با کسی هم زنگ نزن. فهمیدی؟ التماس صبر کن. التماس صبر کن. دخترم را میبینیم. غمگین نشو. حاضر می آیم. در کجا موندم کلید رو؟ خدا چی گپ تو کیستی؟ یک لحظه از من چی میخواهی؟
ماشین را گیران کن. چی نگاه میکنی؟ گویا که نمیدانی. هی کن. ثابت امشب یک مهمانی می آید. به فکرم این دختر همان ادوکاتی است که در امنیت دیده بودیم. کدام ادوکات؟ ادوکات پیساگور؟ خودش در مکانمان با میخواد. مایلش حاضر می آیم. خوش آمدی. تو که نه آمدی الپرین غمگین شد. ببخش کارم برام جبران میکنیم. چی شد؟ باز تبت خیره؟ هیچ گپ نیست. بیگو آخیر. درد گفته شود کم می شود. محبت گفته شود زیاد می شود. درد گفته شود کم می شود. محبت گفته شود زیاد می شود. کی گفته بود این رو؟ اما که یعقوب اسبان گفته بود. کاش که برای آن هم نهالی میشنوندید. در اصل برای حلیمه و تیمور هم باید شنون گفته بود. کاش که برای آن هم نهالی میشنوندید. در اصل گفته بود. کاش که برای آن هم گفته بود. کاش که برای آن هم نهالی میشنوندید. در اصل برای حلیمه و تیمور هم باید شنونیم. بله راست میگویی. هنر این چخیل میشده باشد. چی چخیل میشود؟ نمیدانم. معلوم با کاری غمگین هستی. من هم خوراک نخوردم تو را انتظار شدم. کمی خوراک خوریم. مایلش. کودکا خواب رفتن. هر دو تو را انتظار شدن لیکن طاقت نکردند. بوبین خیری، در اینجا کیا هستند؟ کیا بودن در اونجا سرکمیسر؟ کیهایی که نیست خیری. والله همه روی خطی سیاه همان در همین جاست. پیکاس، پیساگور، سمی و چراغلو، هر کی رو که خواهی. خطای کلان کرده ایستاده. به این کاری کردهتان جواب میده. جاست. پیکاس، پیساگور، سمی و چراغلو، هر کی رو که خواهی. خطای کلان کرده ایستاده. به این کاری کردهتان جواب میدهید. تو دخترک را میدوزی خطا نمی کنی، ولی من یک ادوکات را دوزدم خطا میکنم. من یگان دخترک را نمیدانم. چی خیل نمیدانی؟ دخترک آخر کمی از کودک کلانتر، آخر عادتاً 6-7 ساله می شود. بیمنیگی مکن. من به شما گفتم که دخترک را ندوزیدم. مرا آزاد کنید. البته سردارم، دخترک خواهشی خوب کرد. آزاد کنیم خوب می شود. آزاد میکنیم خیری، آزاد میکنیم، لیکن بعد این ساعت تنها جسدش را آزاد میکنیم، آن هم در پرتوگاه. گپ را دراز نکن. بگو دخترک در کجاست؟ اوه اکای ثابت هم آمدن. مرحمت به صلات جنازه. وقتی رفتنم از زنزی سودیه برآمد. حاضر میگوید که ارتباطی ندارد. شما رو در کجای دیدم؟ ندانم. شما مرا میشناسید؟ بیگانه هم نمیتابی.
اوه حاضر شجره دختر را کافته میبراره. بگونه هم نمیتوبی. اوه حاضر شجره دختر را کافته میبراره. شاید از نزدیکان کشته شدگان است. آخر با آنها مانند است. لیکن موضوعمون این نیست. بار دیگر میپرسم دخترک در کجاست؟ وگرنه به سرت تیر میپرانم. دخترک در کجاست؟ Akam hamohiyat iltimos akam hamohiyat akad barmiyad رفتم دخترم بیا میرم akad barmiyad بیا میرویم. سایده چی شد دخترم؟ خیز دخترم بیا رفتیم دخترم دیر کرده. خواهر من است. چی؟ خواهرت؟